تنها صداست که میماند. گنج شایگان. از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها. در پادکست سلیم ایوبزاد. سلام و درودهای فراوان به مخلصان پادکست گنج شایگان. خیلی شادم که نشر آخرین آن زیاده از 100,000 بار شنیده شد. البته شنیدن پادکست در جامعه ما حالا رواج زیاد پیدا نکرده است تا جایی که میدونیم. خب اما در این برنامه میخواستیم نام این نشر برنامه را چنین گذاریم: وقتی که 22 ایول روزی زبان بود. بله، یک میانه همین خیلی بود. در همین روز در سال 1989 وکیلان پارلمانی هنوز شوروی تاجیکستان با وجود آنکه گویا سراسر از کمونیستان و دشمنان دموکراتیا و دشمنان آزادی، دشمنان فرهنگ و غیره عبارت بود، به حرف عالمان تاجیک و هزاران نفری که در میدان مرکزی شهر میتینگ یا تظاهرات کردند گوش داد و زبان تاجیکی را زبان دولتی تاجیکستان اعلام کرد. مقامات وقت نه تنها تظاهرات را آرام قبول کردند، بلکه نزد مردم برآمدند و به سخن دلی آنها گوش دادند. حالا در تاجیکستان همه گونه تظاهرات منع است، بغیر از آن میتینگ و راهپیمایی هایی که خودی دولت تشکیل میکند. همین پارلمان به اصطلاح کمونیستی 22 ایول را روز زبان اعلام کرد. اما مجلس های بعدی تاجیکستان، یعنی هیئت های بعدی پارلمان دوره آزادی و صاحب اختیاری تاجیکستان چیکار کرد؟ اول کلمه فارسی را از نام زبان در این قانون نیست کرد و بعداً روز زبان را از 22 ایول به 5 اکتبر، یعنی بر روز تولد پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان کوچاند. برنامه‌ای که حالا خواهید شنید روز 22 ایول سال 1996 به مناسبت 7مین سالگرد روز زبان و یا 7مین سالگرد قبول قانون زبان آماده و پخش شده بود. در آن از جمله صدای آنهایی را هم خواهید شنید که دریغ دیگر در بین ما نیستند. بخشی عمده برنامه را همکارم گلبهاری مرادی آماده کرده. در پیشنهادش بنده هم شرکت کرده بودم. این افتخار را داشتم. خب اینک آن برنامه. گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتاری دری شیرین تر است. در حد و سرحد شناسی جهان سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زبان دارد وطندار است او، تا زبان دار است بسیار است او. فارسی گویی دری گویی ورا، هرچی می گویی بگو. لفظ شعر و دلبری گویی ورا، هرچی می گویی بگو. بهر من تنها زبان مادری است، همچو شیری مادر است. بهر او تشبیه دیگر نیست، همچو مهری مادر است. در روز عید زبان همه هواداران رادیوی آزادی و همه صاحبان این زبان شکرین را با آرزوی سعادت و اقبال به شنیدن برنامه عیدانه ما دعوت میکنیم. عید زبان مادری از فرخنده ترین جشن‌های تاجیکستان است که در یک پایه با عید استقلالیت دولتی تاجیکستان قرار دارد. این فقط عید زبان نیست، این عید زادروز نوین ملت، عید بیداری و خودشناسی، عید آرزو و آرمان‌های بزرگ مردم، عید تاریخ دیرساله و میراث گرانمایه فرهنگی، عید وحدت و یک پارچگی بود که مثل خورشید شاهراه آینده را برای همگان روشن میکرد. نخستین پیام تبریکی را به شما شنوندگان عزیز شاعره مشهور تاجیک، رئیس اکادمی فرهنگی آسیا و اروپا خانم گلرخسار تقدیم می‌دارد. توجه نمایید به این گفتار که لبالب از شادی سرور و آمیخته با حزن شیرین است. من افتخار دارم که در چشمان مردم تاجیک در همان روزهایی که
ما کوشش برای مقام دولتی گرفتن زبان فارسی، تاجیکی فارسی، هر چی که میخوایم بگیمش، در چشمان مردم تاجیک یک آتشکی را دیده بودم که آتشکی وحدت بود و خیال میکنم که در این 100 سال آخر هیچ وقت ملت تاجیک این خیل با وحدت و این خیل با هم و این خیل مثلا به هم پیوسته و به هم کفشیر نشده بود، چون در اون روزهای مقام دولتی گرفتن زبان فارسی تاجیکی. من افتخار دارم که در این روزهای بسیار خوشبختانه ملت همراه با اونا بودم و یک کاره که خیلی هم کوچک هم از طرف بنیاد فرهنگ تاجیکستان که واقعا سرکرده همه این کارها بود و از طرف ما شده بود. من خوشبخت هستم که این روز را دیدم با همه دوستان و در اون شورای عالی اون وقته کف به هم زدیم از خرسندی و از شادی به وحدت رسیدن ملت جبر دیده و اذیت کشیده خود. و این مقام دولتی گرفتن زبان فارسی این مقام جاودانه گرفتن وحدت و محبت مردم تاجیک بود. خدا کند که ما با همه روزها برگردیم، یاد همه روزها کنیم و باز هم به هم بیاییم. من در تبریکات خود همین چیزا رو میخوام قید کنم که همه زبان ها بزرگند، همه خلقیت ها با همون زبان های حتی لهجه های خود بزرگند، چون که زبان این تولید یک ملت یا یک قوم نیست. زبان این معجزه است، معجزه ای که پروردگاری که ما را خلق کرد آفریده است، این معجزه هم با همراه هر یک ملت آفریده است. و من میگم که اما اگر زبان معجزه باشد، اگر زبان مادری ما معجزه هاست، چون که در طول تاریخ انسانیت کم زبانی رو پیدا کرده میتونیم که شاعرش 1150 چند سال پیش گفته باشد که بخندد لاله بر صحرا بسان چهره لیلا، بگرید ابر بر گردون بسان دیده مجنون، زیاب جوی هر ساعت همی بوی گلاب آید، در اون شسته است پنداری نگار من رخ گلگون. این همون زبانی است، همون شعر استاد رودکی است که در ایران هم، در افغانستان هم، در قسم پاکستان و هندوستان هم، در قسم چین و در تاجیکستان هم که وطن شعر، وطن محبت، وطن عشق ما است، وطن رودکی است. در اینجا از کودکی مثلا مکتب خان تا پیر 70 ساله همه این سخنها را میفهمند و چنین زبان شاید در دنیا دیگر وجود نداشته باشه، چون که زبان ها خیلی زود تغییر می‌یابند. در روز عید زبان فارسی تاجیکی به همه هموطنانم آرزو دارم که ما همه چیز داریم، فقط یک چیز بر ما باید که این هم از طرف خود ما است، وحدت، محبت و به هم جدا نکردن این وطن بزرگ. وقتی که ما وطن به دیه ها جدا میکنیم، به محل ها جدا میکنیم، به شهرها جدا میکنیم، پس باید زبانمون هم جدا کنیم. اما این زبان ما را امکان نمیداد که از هم جدا باشیم و مثلا یاد جدایی کنیم یا که مثلا از پی آنهای رویم که ما را جدا میکنن. در این روز خوشبختی، در این روز افتخار، در این روز نازنین از ما هم یاد کنید که با شما بودیم و با شما هستیم. و افتخار من این است که میگویم در همه جا با لهجه عارفان سخن میگویم، با شیوه عاشقان سخن میگویم، از بس که به پارسی سخن میگویم با لحن فرشتگان سخن میگویم. یا خود میگویم که به زبان مادری به قبلم، به زبان مادری به مادرم، به زبان مادری به ملتم. آره، به تاریخ 22 ایولی سال 1989 پس از مناظره های طولانی و گرد همایی و تظاهرات مردم به زبان تاجیکی مقام دولتی داده شد. آن روز باغ‌ها و چمن‌ها پر از شعر، کوه و دمن پر از ترانه گشت. اگر در عیدهای سابق مردم را مجبوری به عیدگاه‌ها جلب می‌کردند، آن روز آدمان با امر دلی خود به میدان و خیابان‌ها ریختند. پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی، شناس و ناشناس همه یکدیگر را مبارک می‌گفتند. احیا تجربه.
در روز عید زبان باید از آنهای یاد کرد که عمر خود را به تحقیق و بزرگداشت آن صرف کرده‌اند و در قبول قانون زبان سهم گرفته‌اند، مثل استادان چون محمد جان شکوروف، شراف‌الدین رستموف، رزاق غفاروف، محمد آسیمی، اکبر ترسونزاد، عبدالنبی ستارزاده، طاهر عبدالجبار، نور تبروف، ویرا اوسپنسکایا میربابای مرحیم و ده ها نفری دیگر. آره، اکادمیک محمد جان شکوروف هنوز در ایامی که کم کسان غمخوار زبان مادری خود بودند برای پاکیزگی زبان مبارزه میکرد و در تهیه و قبول قانون زبان نیز سهم بی‌نظیر گرفته است. حالا استاد شکوروف این جشن فرخنده را به شما مبارک میگویند. عید زبان جشن زبان تاجیکی، جشن نو است که در همین ایام ما با وجود آمد، ولی با گمان من یکی از مهمترین جشن‌های مردمی تاجیک است، یکی از عزیزترین مقدسترین جشن‌ها که چنون که من می‌بینم باور حاصل کردم اکثریت خلق ما این جشن با خرسندی تمام پیشواز میگیرند، با روح بلندی، نه فقط با خرسندی بلکه این حالی را که زبان تاجیکی حالا دارد میبینند و بعضی وقت مثلا سال گذشته این جشن باعثی گفته شدن بسیار دردها، بسیار علمها گردید و این سال هم به فکرم جشن به همین طرز گذرانده می شود، می گذارد، یعنی هم با روح بلندی و خرسندی، هم با پیشنهادها گفتگوزاری درباره اینکه احوال زبان باید بهتر شد. احوال زبان تاجیک خیلی بد شده و من آرزو دارم که مردم ما این سال و سالهای آینده هنگامی که جشن زبان را پیشواز میگیرن خرسندی ممنونیتشان بیشتر از علم‌های و از دردهاشان باشد. ای بلبل هوسی گلگو می باغم نکند، ای پروانه هماهنگی فراغم نکند، از این گونه که روزگار برگشت دیوانی، اگر آب شوم تشنه سراغم نکندی. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در موج هوا برنامه مخصوص ما بخشیده به روز زبان تاجیکی فارسی. در این عید فرخنده نه تنها تاجیکان یعنی صاحبان زبان بلکه دوستان تاجیکستان و دوستان زبان فارسی تاجیکی نیز نه مهمان بلکه میزبانند. دکتر ایرجی بیچکا برای ما کارمندان شعبه تاجیکی 2 کرات میزبان است، زیرا رادیوی ما در شهر عزیز او پراگا واقع می باشد. حالا ببینیم محترم ایرجی بیچکا که تمام تاجیکستان ایشان را خوب میشناسد در پیام خود برای شنوندگان چی میگویند. السلام علیکم. راه زبان فارسی تاجیکی دور و دراز بود. 2,500 سال انکشاف می‌گردد. تعجب آور نیست که زبان رودکی، فردوسی، سعدی، حافظ، جامی در قرن‌های گذشته منطقه عظیم را گرفته به غرب و شرق، شمال و جنوب وسعت کرد. باید گفت که شاعران و نویسندگان و عالمان تاجیکستان هم در قرن 20 برای زبان تاجیکی بسیار کار کرده اند. زبان صدرالدین عینی،
میرزا ترسونزاده، ساتم الغزاده، معین قناعت، گلرخسار، بازار صابر، لایکشر علی، محمد جان شکوری و دیگران برکمال شده است. لیکن میترسم که نه همه قواعد قانون زبان اجرا می شوند و مطلوب است که زبان تاجیکی در این روزهای پرآشوب نه تنها زبان ادبیات، شعر، علم، بلکه هم زبان تفاهم عمومی خلق تاجیکستان می شود. جشن زبان برای همه تاجیکان دنیا مبارک باشد. این پیک ادانه بود از دکتر ایرجی بیچکا. اکنون در پایان برنامه همکاران ما عباس جوادی، عابدی شکرزاده، خواجه میرزاده، حبیب هاشمی، نور محمد کاشانی، سعید صبا و برندگان این گفتار گلبهار مرادی، سلیم ایوبزاد، ایدی شکوهمند زبان فارسی تاجیکی را به همه شما تبریک میگوییم. آرزو داریم که در این لحظه ها شما از بهترین سنت های ملی و مردمی یاد کنید. گناه های همدیگر را بخشایید و به همدیگر تبسم نمایید. زبان مادری، تاریخ، فرهنگ و روح بزرگان را پاس دارید. خشم را از دلها خارج کنید و به همدیگر تن صحت و خاطر جمع خواستگار شوید. تا برنامه آینده در پناه خدا باشید. این بود برنامه ویژه بخش تاجیکی رادیو آزادی در روز 22 ایولی سال 1996 در دوره‌ای که 22 ایول روز زبان دولتی یعنی روز زبان تاجیکی بود. موضوع پادکست آینده ما تماما دیگر خواهد بود، تماما از رشته دیگر، از ساحه دیگر و شیوه دیگر. تا آن وقت خدا نگهدار.